سلام بر بینندگان. تو این برنامه فعل به صورت مصدر رو داریم و خب تو درس اولی که راجع به زمان حال داشتیم یه مقدماتی رو راجع به مصدر توضیح دادم و حالا تو این درس مواردی رو داریم که یه فعل به صورت مصدری و صرف نشده تو جمله میاد. اونجا فقط گفتن تو فرهنگ لغت ها فعل به صورت مصدر میاد، ولی خب حالا میخوایم ببینیم چه موقع فعل به صورت مصدر تو خود جمله میاد. مثلا اینجا داریم سالم غذا خوردن خیلی مهمه. خب این جمله از دو قسمت تشکیل شده. خب یه قسمتش که کل این جمله هستش، یه قسمت داخلی هم داره و اون این هستش، یعنی سالم غذا خوردن، که تو این قسمت فاعلی نداریم. وقتی که از فعل جمله شما سوال کنید چه کسی غذا خورد یا میخوره یا چه کسی سالم غذا خورد یا میخوره، جوابی براش وجود نداره، فاعلی نداریم. پس اینجا وقتی که فاعلی وجود نداره فعل نمیتونه صرف بشه و باید به شکل مصدری این فعلمون هست که به شکل مصدر آورده شده. ولی خب حالا خود همین جمله فاعل غیر فعال کل جمله هستش. خب یه فعل های مثل فعل بودن، خب این فعل بودن به هر حال یه فعل غیر فعال هستش و فاعلی هم که برای این فعل وجود داره همیشه فاعل غیر فعال هستش، که خب این فاعل غیر فعال بعضی وقتا میتونه یه کلمه یا یه عبارت و یا یه جمله باشه، که خب حالا اینجا یه عبارت رو میتونیم بگیم داریم یا یه جمله میشه به این گفت. ولی خب حالا اگه از این فعل بودن ما سوال کنیم که چه چیزی مهمه، ببینین این مهم بودن هم جزء بشه، یعنی جزء به این فعل هستش. چه چیزی مهمه؟ سالم غذا خوردن. پس میبینیم که اینجا این خب فعل بودن بر حسب این فاعل خودش در سوم شخص مفرد صرف شده. خب این جمله دوم ما هم از دو قسمت تشکیل شده، این یه قسمت و این هم دو قسمت. خب در قسمت اول داریم کمک کردن، یه لذت یا یه لذت کمک کردن، و خب جمله دوم هم هست وقتی کسی به کمک نیاز داره، وقتی کسی پیشنهاد، توصیه یا نصیحت لازم داره به هر حال. خب که خب اینجا کنسخ، خب پیشنهاد، حالا میشه پیشنهاد یا توصیه یا نصیحت، به هر حال هر کدومش میشه. خب اینجا تو این جمله اول اصلا خود این فعل به صورت اسم اومده و خب مصدر به صورت، مثل تو فارسی مثلا وقتی ما میگیم کمک کردن یه لذته، چه چیزی یه لذته؟ ببین اینجا الان از فعل جمله که سوال کنیم چه چیزی یه لذته، چون به هر حال این یه لذت هم چسبیده به این فعل. چه چیزی یه لذته؟ کمک کردن. پس این فعل جمله در سوم شخص مفرد صرف شده و اینجا هم تو این قسمت دوم جمله خود این کسی فاعل این جمله هست. چه کسی نیاز داره؟ وقتی کسی، این کسی هستش که فعل بر حسب کسی صرف شده. خب و اینجا هم ولی خب بیشتر معنی یک کسی میده وقتی یک کسی. خب حالا این جمله دوم هم میشه، بین این جمله هم از دو قسمت تشکیل شده، این یک قسمت و این قسمت دوم. قسمت اول هستش اینجوری بازی کردن، آسون نیست یا آسون نیست اینجوری بازی کردن، اما باور نکردنیه. اینجا هم فعل رو میبینیم که این فعل بازی کردن رو به شکل مصدر داریم، صرف نشده داریم. چه کسی بازی کرد؟ جوابی وجود نداره، ولی میبینیم تو هر دوی، ولی خب اینجا میبینیم هم اینجا و هم اینجا فعل بودن صرف شده به شکل سوم شخص مفرد. خب اینجا هم اگه از فعل جمله که این بودنه و خب این هم آسون هم بهش چسبیده میشه. چه چیزی آسون نیست؟
اینجوری بازی کردن، پس این عبارت میشه فاعل این جمله اول. و حالا از این دومی هم که سوال کنیم که اینم بهش چسبیده، چه چیزی باور نکردنی یا عجیبه، جواب میشه که اینجوری بازی کردن. چه چیز باور نکردنیه، اینجا هم دوباره میشه اینجوری بازی کردن. و پس میبینیم که فعل جمله هم دوباره به شکل سوم شخص مفرد صرف شده. وقتی هم فعل مدال باید توانستن خواستن و از اینجور فعل ها رو داریم، خب فعل مدال صرف میشه و فعل اصلی به صورت مصدر میاد که خب این جمله هست تو باید از مرحله مقدماتی شروع کنی، تو باید شروع کنی در مرحله، یعنی از همون دیگه میشه کل جمله بخوایم درست به فارسی ترجمه کنیم، از مرحله مقدماتی شروع کنی. خب اینجا هم دو تا جدول داریم. بعضی از فعل ها هم هستن که توی معنیایی تنها میان ولی توی معنیهایی با آ میان. میبینین اینجا این فعل ها هستن، اینجور نیست که همیشه اینا با آ بیان توی معنیهایی، ولی خب توی معنیهایی هم هستن که با آ آورده میشن. و خب بعضی از فعل ها هم اینایی که این طرف هستن تو بعضی از معنی ها، نه همیشه، خب با ان آورده میشن و اینها هم چه این طرفی ها و چه این طرفی ها وقتی با آ یا اینا با ان آورده میشن نیاز به یه مصدر بعد از آ یا ان هست. و خب این نارنجی ها هم موردهای عبارتی هستن، مثلا این فعل استار که خب یکی از فعل های بودنه، یکیش سر هستش، یکی استار. این استار هم که بعدش که با صفت بیاد، خب هم بعضی وقتا هست که میتونیم با آوردن یه آ، بعضی وقتا هم با آوردن یه ان بعدش یه مصدر باید آورده بشه. خب در مورد فعل بودن سر هم اگه با یکی از این دوتا صفت ها بیا، بوئنو یا مالو، حتما باید یکی از این دوتا باشه. و بعدش هم ان که بیاد، خب نیاز به یه مصدر بعدشه. و یا هم این که فعل سر میتونه با یکی از این دوتا اسم بیا، این اسم و یا این اسم، که بعد هم دوباره نیاز به مصدر وجود داره. خب مثلا اینجا تو مثال اول داریم من شروع میکنم به تنیس بازی کردن. خب این هم حالا جمله دومه میشه با اینکه خب این اولی یعنی من شروع میکنم، یعنی قصد دارم برنامه ریزی کنم که دیگه تنیس بازی کنم. بعد اینجا میگه با اینکه عادت ندارم خیلی ورزش کنم خب و انجام بدم. خب حالا اون چیزی که برای ما مهمه این قسمت اول هستش که میگه من شروع میکنم. بعد خب ممکنه حالا خیلی بگم خب تنیس بازی کردن هم میتونست بر حسب این فاعل اینور یعنی من صرف بشه، ولی خب بعد جمله به هم میریزه. یعنی اگه ما بگیم من شروع میکنم من بازی میکنم، من شروع میکنم من بازی میکنم میشه، در حالی که این میخواد بگه من شروع میکنم به بازی کردن، پس دیگه این ور نمیتونه فعل رو صرف کنه، براش فاعلی وجود داره. و حالا جالب اینه این قسمت مفعول این قسمت میشه، یعنی چه چیزی رو شروع میکنم میشه تنیس بازی کردن رو. پس برعکس بالایی که این قسمت مصدری اغلب خب همش تو این بالا فاعل بود، اینجا مفعول هستش. یا مثلا اینجا این پایین هم داریم که من هم این حالا هم اینجا اومده، خب من هم علاقه دارم، یا میتونیم بگیم علاقه دارم، یا میتونیم بگیم علاقه من هستم به ثبت نام پسرم مایهیخو تو کلاس، در کلاس. و خب حالا این یکی هم میشه تو اولین کسه
اومده به کلاس هستی، یعنی اولین کسی هستی که به کلاس اومده. خب این شاید خود بی خود بیا این جمله، ولی خب دیگه وقتی که ما این رو داریم و بعدش هم این میا، میتونیم به اینجا صورت این عبارتی که میشه اولین کسی هست که بعد یه کاری کرده، حالا یا اومدنه یا با خوردنه یا حالا خوابیدنه، به هر حال یه فعلی باید به شکل مصدر بیا که خب حالا اینجا اومدن رو داریم. خب یه فعل ها، اینجا یه فعل هایی رو داریم که توی معنی های خاص همیشه با د میان، یعنی نه اینکه همیشه، خب توی معنی های خاص با د میان و تو این شرایط باید بعدشون مصدر بیاد. و یا هم یه عبارت هایی رو داریم که اینا هم به هر حال اینها وقتی که با هم میشن این کلمات و اینا بعدش د میاد و بعدش هم باید یه مصدر آورده بشه. مثلا اینجا داریم او هرگز دست نکشید تمرین کردن روزانه. او هرگز دست از تمرین کردن روزانه نکشید. خب اینجا مثلا اگه از این جمله سوال کنیم از چه چیزی دست نکشید تمرین کردن روزانه، پس از چه چیزی، ببین اینجا سوال شد از چه چیزی، یعنی در واقع اینجا به یه مفعول غیر مستقیم نیاز داریم، یعنی تمرین کردن روزانه. خب یا مثلا اینجا او، اینجا هم عادت کردن او روزانه تمرین کنه، یعنی عادت داره روزانه، که این قسمت رو در واقع از اینجا داریم، او عادت داره روزانه تمرین کنه. و خب این بالا هم این قسمتی رو که به شکل گذشته داریم، این در واقع این هستش. خب این نقطه هایی هم که پایین هر جدول هست، یعنی این خیلی بیشتر از ایناییه که اینجا داریم و فقط همینا نیستن. و خب حالا یه فعل ها و عباراتی هم هستن که اینا وقتی با پارا میان یه معنی خاص پیدا میکنن و بعدش به یه مصدر نیاز داریم، یا عبارات و فعل هایی که بعدش که با پر میان، یا اینجا هم کن. خب مثلا اینجا داریم من وقت ندارم تمرین کنم. خب چه چیزی رو ندارم؟ خب حالا جالب اینجاست که این مفعول و فاعلش تو خود همین قسمت اوله، یعنی خب وقتی سوال کنیم چه کسی وقت نداره، من، چه چیزی رو نداره وقت، و دیگه این تمرین کردن، یعنی بعد از پارا اومده باید به شکل که خب تو فارسی هم به همین شکله، یعنی من وقت ندارم تمرین کنم. اینجا دیگه کسی تمرین کردن رو صرف نمیکنه، یعنی اینجوری باشه که بگیم من وقت نمی کنم من تمرین میکنم، اصلا معنی نمیده. خب اینجا هم داریم من تلاش میکنم بهترین باشم، اینجا فعل بودن به شکل مصدر اومده. چه کسی تلاش میکنه؟ من. و خب اینجا هم قصدش اومده که بهترین باشم. و اینجا هم داریم من در رویا هستم. خب در رویای چه چیز؟ در رویای یک بازیکن حرفه‌ای بودن. من در رویای یک بازیکن حرفه‌ای بودن، اینجا هم فعل بودن هستم در اون رویا. خب بعضی از عبارت ها هم هستن مثل اینایی که اینجا هستن، با این هدف، با این قصد، که اینها هم به یه فعل مصدری بعدشون نیاز هست. مثلا اینجا داریم ما باید، بعد میایم اینجا تا بهترین شدن، بعد دوباره سخت تلاش کنیم. و همینطور هم یه عبارت های مثل اینجا که اینجا هم داریم او تمرین کرد. خب به اندازه دیگه وقت آزاد نداشتن تمرین کرد، یعنی به اندازه تمرین کرد که دیگه وقت آزاد نداشت.
خب تو این یکی جدول هم یه جدول کوچیک دیگه است. مثلا اینجا د معنی وقتی رو میده، در معنی وقتی، چون این د خب کاربردهای زیادی داره، ولی وقت معنی وقتی میده، وقتی که خب در اون شرایط باید بعدش فعل به صورت مصدر بیا. خب اینجا هم یه دونه مثال داریم، ولی خب مثال برای اینه با شرطه هستش. خب اینجا هستش من تمرین میکنم با تو به شرط روزانه بازی کردن. اینا روزانه بازی کردن یعنی من باید به شرط روزانه بازی کردن تمرین میکنم. خب اینجا هم بازی عبارت دیگه. اینجا پر معنی زیرا، پر هم به هر حال کاربردهای زیادی داره. زیرا اینجا هم دوباره د رو داریم که اونجا وقتی بود، اینجا هم در معنی از باید فعل بعدش به صورت مصدر بیا. خب مثلا اینجا داریم تو این مثال هم داریم او کجا بود؟ این به بهانه اینجا به بهانه ساعات بیشتری تمرین کردن یاد نمیگیره. او یاد نمیگیره به اندازه کافی به این بهانه. پس دوباره او به بهانه ساعت بیشتری تمرین کردن به اندازه کافی یاد نمیگیره. خب اینجا هم بازی جدول دیگه است که خب 2 تا حالا اومده، ولی خب مقدارهای زیادتری تو این جدول ها هم هست به غیر از این یکی که فقط همین 4 تا هستن. خب مثلا اینجا کنم معنی های زیادی داره، ولی خب اینجا مثلا معنی همینطور وقتی که اگه تو این معنی بیاد باید فعل بعدش به صورت مصدر بیاد با وجود ساعات زیادی تمرین. خب اینجا با وجود تمرین کردن، ساعت زیادی تمرین کردن برنده نشدم و در کل میشه با وجود ساعت زیادی تمرین کردن برنده نشدم. و اینجا هم یه سین داریم که این سین هم معنی های مختلفی میده، ولی اینجا در معنی بدونه. خب به دلیل اینجا هم داریم به دلیل تمرین کردن زیاد تمرین کردن برنده شدم. خب اینجا هم میبینیم که باز این هم کاربردهای زیاد و معنی زیادی. مثلا وقتی خود به هر حال حالا موردهای زیاد هست، ولی خب اینجا در معنی وقتی که باید فعل بعدش به صورت مصدر بیاد. مثلا اینجا داریم که صحبت خواهم کرد یا صحبت میکنم با معلم قبل از تمرین کردن. اینجا قبل از تمرین کردن با معلم صحبت میکنم یا خواهم کرد. و خب به هر حال این اصطلاحات همونطور که دیدین خیلی زیاده تو زبان اسپانیایی و که چه موقع فعل بعد از چه عبارتهایی به شکل مصدر میاد. خب ولی خب بیشتر به فرم فارسی شما توجه کنین، ببینین کجا چه موقع نیاز هست که تو فارسی فعل به صورت مصدر بیاد و همون فرم رو سعی کنین تو زبون اسپانیایی هم بیارین. ولی خب اینا نیاز هست که آدم تو اسپانیا زندگی کنه و اونقدر اینا رو دیگه به کار ببره که براش جا بیفتن. و خب این برنامه همینجا تموم میشه و خداحافظ.